سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم با هم میگوی سوخالی درست کنیم. میگوامو پاک کردم، شستم و بهش نمک، فلفل، زردچوبه، پودر سیر و پول بیبر زدم. خب همونطوری که تو تصویر میبینی 2 تخم مرغ هم بهش اضافه کردم و داخل همین ظرف با هم میکسش میکنم، مخلوطش میکنم تا مزه ها تا 2-3 ساعت به خورد هم بره و میگو هم مزه خوبی بگیره و از اون بوی زخم میگو کم بشه. خب میگو هم آماده کردم، مزه دار شده، آغشته کردم به پودر سوخاری. کنارش هم میخوام سیب زمینی سرخ کرده درست کنم. خب اینم اتمام کار ما. میگوی سوخاری ما آماده است، کنار سیب زمینی سرخ شده و یه سالاد فوق‌العاده خوشمزه. امیدوارم شما هم درست کنید و کنار عزیزانتون میل کنید.